اینو میدونستی که توی رنگ زرد اگر قرمز بزنی میشه نارنجی؟ اینو چی؟ اینم میدونستی که توی همین رنگ نارنجی یه مقداری سرمه‌ای بزنی رنگت میشه سبز حنایی؟ حنایی تیره. اینم میدونستی که توی همین رنگ سبز حناییت یه مقداری قرمز اخرایی بریزی رنگت میشه قهوه‌ای فندقی؟ اینو دیگه نمیدونستی که توی همین قهوه‌ای فندقی یه مقداری قرمز یه مقداری هم مشکی بزنی رنگت میشه قهوه‌ای سوخته؟ حالا اگه از این پست خوشت اومد که از رنگ زرد رسیدیم به رنگ قهوه‌ای سوخته، این پست رو لایک کن، یه کامنت کوچولو هم برام بذار. دمت گرم، خیلی مخلصیم.